سلام هموطنان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یک برنامه دیگه همراه ما. این برنامه ما ویژه برنامه است، همونطور که میبینین در پشت سر ما. این دیگه امروز تولد ندا جان است. شریفه جان سلام هموطنان عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین. دیگه امشب ما میخوایم ندا سورپرایز کنیم. دیگه خدا کنه که برنامه ما خوشتون بیاد و ما رو تنها نمونین که ما بتونیم برنامه خوبتر برای شما بگیریم. بله دیگه دکورم شما دوستای عزیز میبینیم. دوستای عزیز ما اینجا رو رزرو کردیم که یک جای ساده و معمولی است. دیگه قرار است با فامیل همینجا بیاییم امشب. خب شریفه جان این طرف است چی احساس داری که امروز ندا جان سورپرایز میکنی؟ هرگز جان دمی ما تولد امید جانم بود. خب او رو نتونستیم دیگه برای کار اینا داشتیم، ولی ندا جان میخوایم امشب سورپرایز کنیم. حالا ببینیم عکس العمل چی است، خوشحال میشه یا نه. من نظرم بسیار خوشحال میشه چون انتظار نداره. هنوز چند روز به تولدش مانده. نویدم در روز ولنتاین پیدا شده دیگه. حالا ببینیم که خوشحال میشه یا نه. خیلی بریم ندا جان بیاریم و ببینیم عکس العملش چی است. انشالله که خوشحال شود. این پایینی هم برای ما بکش بالا گیره یه مسکه که ندا جان دوستای عزیز دیگه ما آمدیم آمادگی گرفتیم. امید جان چی احساس داری که امروز تولد نداست؟ هیچ احساس خوبی دارم، انشالله که آبجی 1000 سالشه. خب دیگه دوستای عزیز میبینید صدای ما میلرزه به خاطر که بسیار دویدیم تا اینجا. دیگه منتظر ندا جان هستیم و منال میرسن. یا مسکیکش بسیار زیباست. دیگه منتظر هستیم. سورپرایز! سورپرایز! انشالله 20 سالش. همونقدر کم؟ ندا جان چی احساس داری که سورپرایز شدی؟ خیلی احساس خوبیه. یک آدم وقتی که سورپرایز میشه خیلی هیجان انگیزه. ندا جان همون کیکی که خودت خوش داشتی. کیکی که دوست داشتی. هانا سلام. فاطمه جان تو چی احساس داری؟ سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. خوش آمدین همراه یک ولاگ دیگه همراه ما. امروز تولد ندا جان است، باز ما دیگه سورپرایزش کردیم. امیدوارم که شما از این برنامه خوشتون بیاد و به مناسبت تولد ندا جان از ما حمایت کنین. شریفه جان سلام هموطنان عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین. دیگه امروز تولد ندا جان بخیر گرفتیم دیگه. تا اینجا فکر کنم دویدن. امید جان هم هست. امید جان سلام دوستای عزیز، به ولاگ ما خوش آمدید. امید جان گپ زده یک ذره. ها دیگه خب دیگه بیاین بشینین اینجا ندا جان. جان مادر بزرگت نامده. خب منتظرشان هستم. خیلی یک زنگ بزنین ببینیم کجاست. نزدیک هستم. خب آهنگ چی میگه؟ آهنگ میمونن صدا کنین بانه. فاطمه جان میشه که بگید لطفاً. هانا سلام. سلام بده. متولد دوستان عزیز، شما هم حتما یادتون نره در موبایلتون این همچین سورپرایزهای انتظار داشته باشید. بله ندا جان. ندا جان مسکه بسیار خوش آمده. خودت چطور؟ باش که امید جان. دوستای عزیز لطفاً از ما حمایت کنید، سابسکرایب، لایک کنید. دوستان میگه چشم. چون تو گفتی امید جان چشم. دوستا به خاطر من روی من سیاه نکنید دیگه. لایک کنید، سابسکرایب کنید.
نایسون گوشی کو گوشی من یادم رفته بیارم. میدانم دلت نشک مرا یار خود بسازی ستاره بلبلی دم روی داری دانه میدان آماده خانه موری ستاره بلبلی دم روی داری دانه میدان آماده خانه موری ما که یک خانه مورم از برای تو بلده جاده نشستم شش برای تو ما که یک خانه مورم از برای تو بلده جاده نشستم شش برای تو ما که بازار بروم بلده تو گل ها بیارم باش من روشن کنم. نداجان شمع باش من فشار روشن کنم واسه شمع نه روشن نکنم فشار نه همه شما دارم بزیدم باش من فشار رو بگیرم نداجان آنه دست بزن آنه کن دست بزن دست بزن ماما تولد مبارک باش که خیمات دانه لذاجان شیرین کنیم شکران تو من پاکه کمی که شما میرو بس شیمی که باش آره نکش شیمی که مشفه میگه دهنه نداره شیرین کنیم تولد مبارک خدا داره پله گریده دیگه نداره شموی میده شامپوی متاله دست تر نکنه فهمی کنه نمی بودک دیگه خدا حافظ باش مرد
خامش ندارم. کیکش خیلی باشه دیگه نمی سرم تن از کیک خدا بگم کیک گریز زونه آره هانه جون بیا خوشگلم بیا دیگه خب دیگه دوستای عزیز چی آوردی برای خودم مادرشم کادو باشه خیلی اولین کادو از طرف مادر کرمان جان دستش در نکنه. دست در نکنه مادر بزرگ من از طرف نظام بسون نزدیک است یا از طرف خودم برای ندا جان یک دانه درس خریدیم برش خوشگل خوشگل است. میتونی من مشکلی من از دیگه است آره ببینم ندا بهش کار اوه یه طرف کی است؟ طرف من خریدم. کتونی هم از طرف شریفه جان مبارک باشه. دست در نکنه شریفه جان خواهش میکنم مبارکت باشه. انشالله به سلامتی استفاده کنید. خودتان هدیه است هدیه نیاز ندارین حالا خیلی دستتان در مام چون فهمیدم که خود ما هدیه هستیم بر هدیه نآوردیم ندا جان. فاطمه جان من قرض مرد نسیم اصلا کار نمیکنیم نقد بده ما. نشد بجان نال کارت هم کارت فاطمه جان دستگاه کارتون بیارم یعنی نه دیگه سالگیری ندا جان یک دفعه گرفتین از همون خاطر توفیش باشه باز خودش میبرم برش میخرم. خب باید یک دفعه باشه که آدم سورپرایز شود دیگه باید یک دفعه خبر باشه سورپرایز سورپرایز شود. نمیشه. ما هم همراه ندا سپرایز شدم. خب خیر است دیگه. تو معمول از سر کار تشریف آوردی دیگه خبر نداشتی. دیگه ما از سر کار آمدیم باز روز جمعه بخیر با هم میریم بر یک توفه میخرم یگان چیز میخرم دیگه. خب خیره دست درد نکنه تشکر خانه آباد. خواهش میکنم مقصد براتون نشان میتونم که باز نگین فاطمه توفه نداد ندا. با در بلاکای بعدی نشان بده که دروغ نگفتی فاطمه جان. خب دوستای عزیزی بود از برنامه امروز ما که ندا جان سورپرایز کردیم باش ببینیم که ندا جان سورپرایز شده یعنی ندا جان سورپرایز شدی؟ بسیار سپاس انتظار داشتی یا نه؟ انتظار داشتی که ما سورپرایز کنیم یا منتظر نبودی هیچ؟ منتظر نبودم انتظار داشتم ولی منتظر نبودم خب انتظار و منتظر فامیل هستن ندا جان دیگه سوالای تک نپرسم ندا بیچاره بخی گنگ بشه. خب میپرسم ببینم سورپرایز شده یا نشده؟ آنا جان تو سورپرایز شدی؟ سورپرایز شدی؟ بله یا نه؟ آره؟ آره بله نه آره. نه تو سورپرایز شدی یا نه؟ خوش شد که سورپرایز. آره خب دیگه شریفه جان تو کدام گفتنی نداری؟ نه دیگه من فقط گفتنی می‌امیز که هموطنا ما را حمایت کنن. می‌بینم ما را حمایت نمی‌کنین دوستای عزیز خرج مصارف ما بسیار بالا رفته حمایت کنین دیگه خب این بود از برنامه امروز ما دوستای عزیز ما رو حمایت کنین چینل ما رو سابسکرایب کنین و به دوستایتان به اشتراک بذارین خدا نگهدار نگهدار